چند تن از ساکنان جماعت‌های چینتپه، گلبوته و چوریکران ناحیه رودکی از دزدیده شدن اشیاءهای قیمتناک، جواهرات طلایی و مبلغ‌هایشان به کارمندان میلیسیا مراجعت نمودند. پس از مراجعت جبردیدگان، کارمندان مقامات کارهای داخلی گروه اپراتیوی سازمان داده در حال از پی آشکارکنی جنایت‌های مذکور گردیدند. در نتیجه 3 نفر جوان ساکنان شهر دوشنبه و ناحیه مذکور همچون گمانبر بازداشت گردیدند. حکیم جان نظرزاده عاید این جنایت‌های صادر نموده گمانبران گزارش آماده کرده است. دزدی اشیاء قیمتناک با ارزش زیاده از 30,000 سومانی و 42,500 سومانی پول نقد از ساکنان ناحیه رودکی جنایت است که در داوم 3 ماه آخر سال 2020 صادر شد. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه مذکور با دایر نمودن مجموعه چاره‌های اپراتیوی جستجویی کردار به جامعه خوفناک 3 نفر گمانبر را به پرده ساخته شهروندان رحیم و محمد، خوجه و شادیبگ و کبیر و بدلجان ساکنان شهر دوشنبه و ناحیه رودکی را بازداشت نمود. گمانبر شده ها با مسئولیت پیشکی برای تصرف مال و اشیاء قیمتناک محض جماعت‌های دهاتی چیمتپه، گلبوته و چوریکران ناحیه رودکی را انتخاب نمودند. اتفاق سگانه شب 11 دکبر سال 2020 به منزل استقامتی شهروند صمد و رجبعلی واقع در دهه ارمغان جماعت دهات چوریکران غیر قانونی وارد گشته از آنجا 42,500 سومانی را تصرف کرده حرکت‌های جنایتی خود را ادامه داده باز به منزل استقامتی شهروندان قربان و خورشید، پیروف ابراهیم، عیسی حسنیدین و عزیز و غفور تلویزور و دیگر اشیاءهای ارزشناک را تصرف کرده و از جای حادثه فرار نمودند. بعد به قیدگیری جنایت‌های دزدی کارمندان میلیسیا جنایت‌ها را آشکار و گمانبران را دستگیر نمودند. همون مبلغی که برای دزدی به دست آورده شما با چی کار صرف کردید؟ برای رستوران رفتیم، کیف کردیم، شبگردی کردیم، دیسکوتک رفتیم. از روی این حادثه نیز با ماده 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز بازداشت شدگان در حبس پیشکی قرار دارند.